آقای مهندس، من از این ترمینال‌های RDC2.5 CFC توی تابلو استفاده می‌کنم. حالا جدای از بحث حفاظتی که داره، حفاظت می‌کنه در برابر اتصال کوتاه و اضافه جریان، برام جالبه بدونم که چه کاربرد دیگه‌ای داره این ترمینال‌ها. بله، ببینید زمانی که تکنسین برای انجام تعمیرات توی سایت مستقر میشه، میخواد کار انجام بده، میتونه قبلش این کپ رو در واقع روی ترمینال جدا بکنه، مسیر جریان قطع بکنه، با اطمینان کارش انجام بده و بعدش هم سر جاش بذاره و مسیر جریان به حالت اول برگرده. یعنی شخصی ناخواسته نمیتونه این کپ رو بذاره سر جاش و مدار رو وصلش بکنه. دقیقاً درسته. حالا چیز جالب‌تر که من توی تابلو دیدم، میان از این ترمینال‌ها کنار ترمینال‌های RTP2.5H حالا بعضا ترمینال‌های نایفی استفاده می‌کنن. این علتش چیه؟ ببینید این ترمینال‌ها خب میدونید دیگه برای حفاظت بخش از مداره که ترمینالی که فرمودین رو کنارش قرار میدن که برگشت یا نورش رو از روی این ترمینال‌ها بخوان استفاده بکنن و با این شرایط مسیر سیمگیری خیلی سازگارتر و کامپتیبلی داره و از طرفی هم ظاهر بهتری میده. خب اگر هم یه وقت محدودیت فضا داشته باشن ما براش راهکار داریم که اونو بعد بهش میپردازیم. یه مسئله که من بهش دقت کردم دیدم خب بعضی از این ترمینال‌ها بدون کپ توی تابلو گذاشتن. علتش چیه خانم مهندس؟ اینجور مواقع این ترمینال‌ها رو به عنوان رزرو در نظر گرفتن. یه زمانی حالا به خاطر اون طرح توسعه یا ممکنه در لحظه بخوان این ترمینال رو به مدار اضافه بکنن، میان کپ رو میذارن روی این ترمینال و اون ترمینال در لحظه به مدار اضافه میشه. درست، بسیار عالی. ممنونم از راهنماییتون. ممنون از شما.